آیا میدونی فنگ شوی چیه؟ آیا میدونی برای چیدمان خونه چه نکاتی رو باید رعایت کنی؟ آیا تا حالا دلیل به کار بردن مفهوم فنگ شوی در دکوراسیون خونت رو بررسی کردی؟ بهتره که اول با معنی لغوی فنگ شوی آشنا بشیم. فنگ به معنای باد و شوی به معنای آب هست. فنگ شوی علمیه که سعی میکنه بین فضای زندگی و محیط کار رو با عناصر طبیعت بخواد تعادل برقرار کنه. اصلا چرا ما باید فنگ شوی انجام بدیم؟ چه اثراتی برای ما داره؟ فنگ شوی باعث آرامش و آسایش ما میشه. باعث میشه که استرس و حتی به هم ریختگی‌های ذهنی ما رو کاهش بده. باعث جذب موفقیت و ثروت میشه. باعث افزایش خلاقیت میشه و در کل باعث سلامت جسم و روح ما میشه. حالا که با اصول فنگ شوی آشنا شدیم و فوایدش رو متوجه شدیم که چه چیزایی هست، آیا رعایت کردنش در زندگی ما واجب است یا نه؟